بیایم با هم یه سفر فوق‌العاده رو شروع کنیم. یه سفر در زمان به عمق تاریخ سیارمون. میخوایم داستان حیات رو تعریف کنیم. یه داستان حماسی که 3.8 میلیارد سال طول کشیده. از همون اولین جرقه کوچیک تا دنیای شگفت‌انگیزی که امروز توش زندگی میکنیم. خب، سوال اصلی اینه. داستان ما واقعاً از کجا شروع شد؟ برای پیدا کردن جواب باید خیلی زیاد به عقب برگردیم. به زمانی که حتی تصورش هم برامون سخته. آماده اید؟ بزن بریم. 3.8 میلیارد سال پیش. یه لحظه به این عدد فکر کنید. اصلا مغز آدم سوت میکشه نه؟ توی همین دورانه که اولین نشانه‌های حیات، یعنی سلول‌های خیلی ساده بدون هسته مشخص، به احتمال زیاد توی تاریکی مطلق و گرمای شدید دهانه‌های آتشفشانی اعماق اقیانوس‌ها چشم جهان باز کردن. خب، پرده اول داستان ما اینجاست. و قهرمانان این پرده کوچکترین موجوداتی هستن که میتونید تصور کنید. میکروب‌هایی که قرار بود سرنوشت کل سیاره رو برای همیشه عوض کنن. چشماتون رو ببندید و یه لحظه با من تصور کنید. سیاره‌ای رو ببینید که آسمونش آبی نیست. یه دنیای غریب که زیر یه مه غلیظ نارنجی رنگ قایم شده. این زمین اولیه بود. اتمسفرش تقریباً هیچ اکسیژن آزادی نداشت. یعنی همون گازی که ما الان برای زنده موندن هر لحظه بهش نیاز داریم. اما بعد یه اتفاقی افتاد که همه چیز رو زیر و رو کرد. قهرمان‌های اصلی داستان ما وارد صحنه شدن، سیانوباکتری‌ها. این میکروب‌های باستانی یه جور ابرقدرت داشتن. اونها یاد گرفتن چطور از نور خورشید برای خودشون غذا درست کنن. ما به این فرایند میگیم فتوسنتز. و میدونید محصول جانبی این کار چی بود؟ اکسیژن. این سیانوباکتری‌ها رو میشه گفت اولین مهندس‌های سیاره ما بودن. اونها برای صدها میلیون سال بیوقفه اکسیژن پمپاژ کردن توی اتمسفر. اینقدر این کار رو ادامه دادن که کل جو زمین رو تغییر دادن. این رویداد اونقدر مهمه که بهش میگن رویداد بزرگ اکسیژنی. در واقع اونها داشتن سیاره رو برای موجودات پیچیده‌تر مثل ما آماده می‌کردن. و با آماده شدن صحنه وقتش رسیده بود که پرده دوم این نمایش بزرگ بالا بره. انفجار پیچیدگی. ببینید، برای میلیاردها سال تکامل خیلی آهسته و پیوسته پیش میرفت. همونطور که میبینید، جهش از سلولهای ساده به موجودات چند سلولی کلی زمان برد. اما بعد ناگهان یه اتفاق شگفت‌انگیز افتاد. انگار یه نفر دکمه سرعت رو زده باشه. توی یه دوره زمانی که از نظر زمین شناسی مثل یه چشم به هم زدنه، اقیانوس‌ها پر شدن از موجودات جدید و عجیب و غریب. به این میگن انفجار کامبرین. یه جورایی مثل بیگ بنگ دنیای حیوانات بود. تقریباً تمام نقشه‌های اصلی بدن حیوانات امروزی توی همین دوره کوتاه به وجود اومدن. یه انفجار خلاقیت تکاملی به تمام معنا. خب، سوال اینه که چی شد که یهو این اتفاق افتاد؟ چی این جرقه خلاقیت رو زد؟ راستش این یکی از بزرگترین معماهای تاریخ حیاته. دانشمندا هنوز دارن سرش بحث میکنن. شاید به خاطر افزایش اکسیژن بود، شاید یه جهش ژنتیکی بزرگ، یا شاید هم چیزی که ما هنوز ازش بیخبریم. کی میدونه؟ درست همون موقع که اقیانوس‌ها داشتن از زندگی قلقله می‌زدن، یه جبهه کاملا جدید هم در حال فتح شدن بود. خشکی. زندگی داشت اولین قدم‌هاش رو روی زمین می‌ذاشت. از اولین گیاهایی که به صخره‌های ساحلی چسبیدن تا اولین مهره‌دارانی که شجاعت به خرج دادن و از آب بیرون اومدن، حیات داشت قلمرو به خودش رو گسترش میداد. و حالا میرسیم به پرده سوم، عصر غول‌ها. زمانی که موجودات غول پیکر بر سیاره ما حکمرانی می‌کردند. بله، داریم در مورد عصر دایناسورها صحبت می‌کنیم. برای چیزی حدود 150 میلیون سال، دایناسورها پادشاهان مطلق زمین بودند. هیچ شکی توش نیست. اونها از هر موجودی که قبل از خودشون بود، بزرگتر، سریعتر و ترسناکتر بودن. کل سیاره قلمروی اونها بود. اما هیچ پادشاهی تا ابد باقی نمیمونه، مگه نه؟ سلطنت دایناسورها هم قرار بود به شکلی ناگهانی و فاجعه بار به پایان برسه. یه چیزی از اعماق فضا داشت به سمت زمین می اومد تا تاریخ رو برای همیشه تغییر بده.
66 میلیون سال پیش یه سیارک عظیم با سرعتی که حتی نمیتونیم تصور کنیم به زمین برخورد کرد. این برخورد یه فاجعه تمام عیار جهانی رو رقم زد. انقراضی بزرگ که نه تنها به حکومت دایناسورها پایان داد، بلکه بیشتر از 2/3 کل حیات روی سیاره رو هم با خودش نابود کرد. ولی میدونید زندگی همیشه راهی پیدا میکنه. از دل همون خاکستر و نابودی یه سپیده‌دم جدید طلوع کرد. پایان یک دوران فقط به معنی آغاز دوران دیگه بود. با کنار رفتن دایناسورها کلی فضا برای بقیه باز شد. انگار یه بوم نقاشی خالی در اختیار موجودات جدید قرار گرفته بود. و چه کسانی از این فرصت استفاده کردن؟ خب پرنده ها که در واقع نوادگان مستقیم دایناسورها هستن و البته پستانداران، موجودات کوچیکی که تا اون موقع تو سایه غول‌ها زندگی می‌کردن و حالا نوبت درخشش اونها بود، اجداد پشمالی خود ما. و اینجاست که داستان ما به فصل آخرش میرسه. مخره، فصلی که بالاخره نوبت به خود ما میرسه. واقعاً شگفت‌انگیزه نه؟ دفعه بعدی که یه مرغ دیدید یادتون باشه که دارید به یه دایناسور کوچولوی امروزی نگاه میکنید. یا وقتی یه میمون میبینید دارید به یکی از خویشاوندان خیلی دور خودتون نگاه میکنید. ریشه همه ما به همون دنیای بعد از انقراض بزرگ برمیگرده. و بالاخره میرسیم به ما. به این اعداد یه نگاه بندازید. در مقایسه با کل تاریخ حیات ما واقعاً تازه واردیم. اگه کل داستان حیات یه درخت غول پیکر باشه، ما فقط نوک یکی از جدیدترین شاخه‌هاش هستیم. این واقعیت رو باید بپذیریم. ما توی این داستان بزرگ حیات یه جورایی تازه وارد محسوب میشیم. گونه ما خیلی جوونه و روی سیاره قدم گذاشته که میلیاردها سال قبل از ما میزبان زندگی بوده. و فکر میکنم این یه مسئولیت خیلی سنگینی روی دوش هممون میذاره، نه؟ خب بذارید با این سوال بحث رو تموم کنم. یه سوال که شاید دیدتون رو عوض کنه. اگه کل تاریخ 4.5 میلیارد ساله زمین رو توی یه شبانه روز یعنی 24 ساعت فشرده کنیم، به نظرتون انسان‌های امروزی یعنی هوموساپینس چه ساعتی از این روز وارد صحنه شدن؟ شاید ساعت 10 شب، 8؟ نه. جوابش خیلی تکون دهنده تره. ما توی فقط چند ثانیه آخر مونده به نیمه شب ظهور کردیم. یه چشم به هم زدن در پهنه ابدیت.